چطورین؟ یه چالش داریم امروز خیلی خفن. از هوش و ذکاوتمون باید استفاده کنیم. امیدوارم که برنده مثل همیشه من باشم. شهرزاد محبت میکنه، یه سری حروف رو بهمون میگه و یک سوال برامون طراحی میکنه. ما باید جواب اون سوال رو بسته به اون حروفی که داریم بهش بگیم. حتما یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، اون زنگوله بالا رو هم حتما بزنین که ویدیوهامون به دستتون برسه. بوس بهتون. راستی مهمون افتخاری هم داریم. آقا حسام. حروفی که بهتون میگم: دال، کاف، ی، زال، خ، لام، گ، ف، الف، میم، واو، ر، ه. جواب 5 حرفه. سوال: کدام یک از شاعران با سعدی هم عصر بوده؟ خیام. خیام 4 حرفه. رودکی. کلمه واو در دوم و یه در آخر درسته. رودکیه. رودکی نیست؟ خیر. خوارزمی. اصلا ز داره. ز داریم. دالزال بود. کلا 5-6 تا شاعر بیشتر نوشتیم. مولوی. جفتشون عصر 7 بودن به نظر من. مولوی. احسن به هوشت بابا. من جواب میگم دیگه. کمکی یکی دیگه. با کمک یکی دیگه قشنگ معلومه به جای تقلب رسون. خوبی نشستی تقلب چیه؟ تقلب کرد، قشنگ نگاش کردی مولوی. من فارسی ما از اول ابتدا با تک ماده قبول شدم. خودت داری با تک ماده قبول الان با تک ماده قبول شدم. شوهره. من گفتم آقا کی گفت؟ من گفتم. محمد مظلوم. تو کامنت ها دارمتون. دوستان سوال دوم. را ر، ز، زال، ف، ه، واو، گ، الف، ه، ی، ه، سین، چه. سریع بنویسین. سوال جواب 5 حرفه. سوال: حیوان اوکاپی جزء خانواده نزدیک کدام حیوان می باشد؟ اوکاپی چیه؟ یه اوکاپی سرچ کنیم. 5 حرفی فهمیدی. زرافه. آفرین. باریکلا. اوکاپی چیه اصلا؟ شبیه زرافت. اوکاپی؟ نینا کجا بود؟ دوستان سوال بعدی. ر، چه، ته، ر، چه، ته، قاف، چه، سین، ی، ه، ب، الف، گ، غین، دال. جواب 3 کلمه است. 3 حرفه. خوراک منه. کدام شهر تنها شهر دنیاست که پلیس‌هایش با لامبورگینی تردد می‌کند؟ دبی. یس. اما میدونی ما چون امارات زیاد میریم میان چاسی. آره. در فاز کلانگی میخوری باری کلا. این سوال امتیاز کل داره. تموم شده دارم. به هیچ عنوان حروف نداره، فقط جواب داره. هر کی زودتر جواب بگه. غذاهای تایلندی آمیزه‌ای از غذاهای کدام کشور همسایه می باشد؟ هند. چین و هند، فیلیپین، ژاپن، فیلیپین. چین و فیلیپین. چین و چین و فیلیپین. فیلیپین. خیر. چین و هند. فیلیپین. چین و هند. بالاخره یکی جواب دادم.
من اولش گفتم. دوستان سوال بعدی. کدام خودرو آمریکایی نیست؟ دقت کنید، آمریکایی نیست. پراید. دوج، هست. لندوور، شولت، فورد. فورد. لنجوه. خیلی اشتباه، فورد. لنجوه. لندوور. آفرین. من اینجا محمد ماشین باز. دوستان سوال بعد. پایتخت مبل و منبت ایران کجاست؟ این چیه؟ کاشان، کاشان. ملایر، محلات، ملایر. تبریز. تبریز. این چیه پایین سر دولابا داره؟ ملایر. بله. آقا بله. پرچم لورا بالاست. پرچم لورا بالاست. واردو خ میم ر الف لام ه نون ی ژ کاف. جواب 4 حرفه. بزرگترین سد ایران کدام است؟ امیرکبیر. 4 حرف مهندس. دزم صرف. چرا میگی؟ نه دز داشتم. چرا میگی؟ سیاویشه نزده کرج صرفه. مگه خیلی داره؟ کرخه. آقا من بازی نمیکنم. جان. آقا اون به تو گفت من زودتر دیدم چیکار کنم؟ کرخه. نه ازم کرخه کاملا اشتباهه. ریدی. باعث خودم آقا حس بزنم. امیرکبیر زیاده نه؟ نه همین بر شماله. تو چرا اون بر نگاه میکنی؟ سر تو برگرد باشه. کی گفت کرخه؟ دیدی گفتی اون. فقط منتظریم ببینم جواب کی به تو میرسونه. اون به این داشت میرسون من زودتر دیدم. من اصلا تقلب نمیکنم. جواب بله کرخه بود. تمام مطمئنه شد. چون جواب من چون دیده بودم فیلم کرخه و راین رو دیدم آره. از اونجا میدونستم. آقا واسه اینو حساب نکنین. کرخه کجا؟ نه دیگه اون پول منفی علکی میگیره. آقا این چرا؟ منفی میشه. شما میتونید کرخه تقلب کجاست؟ کنید. جنوب ایران اهواز، شمال اهواز. دوستان سوال بعدی. بابا این نمیذاره. خب بگو. دال میم ی آی با کلا جیم واو ر ز. سوال جاه طلبانه به دنبال یک هدف 4 حرفه. آدمی نمیشه؟ خیر. آی اول درسته. جاه طلبانه چی؟ به دنبال یک هدف. زهر ما رو پیست. حس میکنم میتونه آرزو باشه. نرسون دیگه. آقا من بازی رو واقعا قبول ندارم. کارو نگاه من کنید. مردون زمینش کردن. سری به سرا قلب قرمز کامنت. من دیگه انقدر از دانشام دختره تیری تو قلب قرمز بزنی. انقدر از دانشام اینجا نوشتم دیگه برمیگردم. دوستان یه لحظه مثل من این نیم آف کد این بر حاضر. ه ف واو نون شین ی زال ت الف گ ب ر د جیم سین. اونم رو نمیشه. جواب 6 حرفه. اوه 6 حرف. سوال چیه؟ سریع‌ترین اتومبیل جهان کدام است؟ بوگاتی شیرون. یس. بوگاتی. چه سه نقطه چه سه نقطه ز ه لام چه واو قاف ر د عین. عینه. جواب 4 تاست. کدام غده از ورود میکروب به بدن از طریق دهان جلوگیری می کند؟
عروق. کدام قده؟ تیرویدم. نه دیگه 2 تا گفتم حرف اولش رو گفتی بگی. نگاه ما کن دیگه داریم. حرف اولش رو نگاه بگی. می‌کنیم. فوش میدی؟ لوزه. بابا بگیر دیگه. بگو لوزه. با این تقلب. اشاره میده. با تقلبم نمیتونن ما رو ببرن. خدا با ماست. لوزه. لوزه معلوم بود اصلا نگاه که. داری میگی؟ چشم ببخش. فوش میده. معلوم بود. معلوم بود اصلا. آخریش. دوستان این سوال کلیه. مشکل ما اینه که دارا نمیدونستیم لوزه قده است. آفرین. کدام پیاز مناسب پخت و پز است؟ خانمای خونه. قرمز، پیاز کوچیک، زرد، سفید. سفید. قرمز. سفید. زرد. پخت و پز زرد. قرمز خامخوریه. سفید. خداشو من همینجوری بوده مجرد موندم دیگه. خب با پیاز قرمز درست قصد سفید به درد چی می‌خوره بس؟ سوال. مثلث برمودا با نام مثلث نقطه چین نیز شناخته می شود. شیطان، خالی از سکنه، خطرناک، اسرارآمیز. اسرارآمیز. شیطان. آفرین. آفرین. من فکر کنم تو نیستی تو بازی. اومدی تو بازی دارم؟ بهترین جایگزین طبیعی قند چه نام دارد؟ کشمش، شکر قهوه‌ای، خرما، عسل. شکر عسل. قهوه‌ای. نه کشمش. عسل. کشمش. خرما. خرما. خودشو کشت. این دیدیم 4 تا گزینه بود 3 تا گزینه رو گفتیم رو گزینه همون هم اصرار داریم. ی نون کاف قاف الف ر لام واو ف ش. جواب 5 تاست. پستانداری بزرگ که در جنگل‌های آفریقا زندگی می‌کند. حروفشو نمی‌تونی. کانگرو. کانگرو ده داره. کانگورو. گوریل. گوریل باشه. چی داره؟ کاف و گاو چیا داره؟ گوریل. بله. به قرآن مثل حروفی که میگه نمی‌نویسم. الف ر نون لام چ میم ه ب ی گ. 9 تا حرفه. آلفا رومئو. کمخونی یا آنمی اختلال خونی ناشی از فقر کدام یک از پروتئین‌های خونی است؟ کلسیم میشه 6 تا. هموگلوبین. خدای خودش بازی. بلده. خدای خودش بازی. گفت. این چه بازیه؟ همش داره این بهش میرسونه. آقا شما قرار بود اونجا بهتون بگه نمیتونه بگی. نه خب نه چرا دیگه، میگه؟ نه باید برسونی دیگه. این بازی اصلا جواب نمیم. جواب سپاس. واو الف ه شین ر ی نون میم ج ز دال ج. ر ی نون میم ج زال د ج. در ایران باستان کدام حیوان نشانه و نماد شیر. سلامتی آفرین؟ خیر. سوال منقل و زندگی بوده است. فکی داری. حروف عقب میمونه. ر در آخر صحیح است. آها شیر نیست. نه. شیر نیست. شتو. ته نداریم شهر جان. آه. اگه شین و یه درست بود من میگو. نمیگم یه شین و یه کاملا نه. غلطه. مار. بله. خدایی نگفتین. یه خدایی نگفتی اینو. بابا این سردر داروخونه ها رو نمیبینین؟ عکس مار میزنه؟ برای چیه پس؟ خدایی مه به چشم خود گفتم. اگه میتونی این صرفی توضیح بده. نگو. صرفی ها رو رد کن. 5 حرف 6 بذار ذهنشون در سین الف ک ز ی ب میم ج ه. 6 7. نام ماده ژله‌ای و شفافی که فضای بین عدسی و شبکیه چشم را پر می‌کند چیست؟ ساکوز. جان. واسه چشمه اینجا نام ماده ژله‌ای. اینجا چی شد؟ نه می‌تونی چند بار بزنی؟
یه آخرش درسته. یه آخرش درسته. یه و ه. جاذبیه. دوستان ژ در اول درسته ولی در جایگاه خودش نیست. یه و ه در آخر درست است. عجبیه الف و ج درسته خب الف درسته در جایگاه دیگر. جیه عربیه ساجبیه نه جیه آخرش درسته. امجیه یعنی همه حروف رو گذاشت جز اونی که باید بذاره. جان ابجیه دوستان الف در حرف سوم قرار داره. من 5 زواجیه بله زجاجیه. وایسا تو یه دونه جه گفتی دوباره تکرار. تو دو میتونی تکرارش کنی. خب من نمیدونستم دیگه کی رسون اصلا رسوندی نه خدا شاهده خدای رسوندی؟ وجدانن نیدم اینو وجدانن نه این بار بشین. واقعا نیدمش تو شده گوز